سلام دوستای عزیزم، ممنونم از حمایت همیشگیتون. لطفاً اگه دوست دارین کانال دومم هم سابسکرایب کنید. لینکشو تو کامنت های همین ویدیو گذاشتم. سلام، من الهام هستم، یه دختر 26 ساله که تهران زندگی میکنم. به اجبار پدر و مادرم صرفاً به خاطر شرایط مالی خوبی که پسرمون داشت منو مجبور کردن که باهاش نامزد کنم. به خاطر همین الان یه سالی میشه که عقد موقت هستیم و هنوز به صورت رسمی با هم ازدواج نکردیم. از طرفی یه سالی هم میشه که درسمو تموم کردم و رشتم هم حقوق بود. راستش اصلا علاقه به رشتم نداشتم. به خاطر همین دیگه سمت ادامه تحصیل و این مزخرفات نرفتم. من دختری هستم که خیلی به خودم میرسم و عاشق زیبایی و تناسب اندامم. اما خب چون ژن چاقی دارم، هر کاری که میکردم به اون بدنی که میخواستم نمیرسیدم. به خاطر همین مجبور شدم که جراحی کنم و با پیکر تراشی که داشتم الان اندام فوق‌العاده‌ای دارم. یه مدتی هم میشه که درگیر عملای زیبایی چهرم. بینیمو 2 سال پیش عمل کردم و الانم یه ماهی میشه که دنبال یه متخصص پوست و موی خوب میگردم. آخه چند تا خال رو چهرم دارم که زیاد دوستشون ندارم و دوست دارم که برشون دارم. راستش اونقدر رو مخم هستن که همیشه مجبورم با آرایش پنهونشون کنم. به خاطر همین پیش یکی از معروف‌ترین دکترای پوست و مو شهر نوبت گرفتم. خلاصه روزی که خواستم برم مرتب واسه لیزر، یه پیراهن ساحلی کرم رنگ تنم کردم که تقریباً تا یکم بالای مچ پاهام بود. طوری که پاهام از زیر پیراهن کاملا مشخص بود. همین که نوبتم شد بلند شدم که برم وارد اتاق دکتر بشم. در زدم و وارد شدم. دکتر سرش پایین بود. گفتم سلام دکتر. دکترم بدون توجه به من گفت سلام. داشتم میرفتم که روی صندلی روبرویش بشینم. سرشو آورد بالا و گفت حالتون چطوره؟ اما همین که چشمش بهم خورد آشفتگی تو نگاهشو کاملا حس کردم. یه نگاه متفکرانه از سر تا پاهام کرد و گفت بفرمایید بشینید. خلاصه من نشستم رو صندلی روبروی دکتر. متوجه نگاه‌های دکتر به سمت پاهام شدم. بعدم دکتر بهم گفت خب در خدمتم. منم مشکلمو باهاش در میون گذاشتم و گفتم یه چند تای خال دارم رو صورتم که اومدم واسه لیزر. دکتر بلند شد و اومد کنارم وایستاد. با وسایلی که دم دستش بود خالای رو صورتمو چک کرد. بعد چند دقیقه دیدم که زیر لبش آروم گفت هی. بعدم گفت نه، خالت زیادی عمیق نیست. به جز یکی از خالات که یه خورده کار داره و امکان داره دوباره برگرده، اون 3 تا خالتو راحت با یه جلسه لیزر میتونم بردارم. بعدم گفت عجله که نداری؟ گفتم نه، ولی خب دیگه فردا بهم نوبت بدین که بیام واسه لیزر. گفت باشه، فردا با ماشی هماهنگ کن و یه نوبت بگیر. بعدم رو کردم به دکتر و گفتم خب دکتر کارم واسه امروز تموم شده؟ گفت آره، اگه خودت دیگه مشکلی نداری که فردا میبینمت. منم یه لبخندی بهش زدم و ازش تشکر کردم و بلند شدم که برم به سمت بیرون. وقتی داشتم از در خارج میشدم انگار نگاه‌های دکتر رو خودم حس میکردم. خلاصه با منشی هماهنگ کردم و اونم واسه ساعت 4 بعد از ظهر فردا بهم نوبت لیزر داد. فرداش ساعتای 2:30 بود که داشتم حاضر میشدم که برم مطب. کمربندم هم که مثل همیشه دور کمرم بسته بودم تا هیکل سرچنیمو بیشتر نشون بدم. بعدم که رفتم سر وقت صورتم. موهامو که رنگشم تازه کرده بودم و مشکی پرکلاقی بود و از بالا 2 مسبی بستم. طوری که ابروم و چشمام حسابی کشیده و لیفت شده بود. یه رژ لب قرمز آلبالویی زدم. آرایش چشمام هم که فقط ریمل و خط چشم بود. راستش وقتی خودمو تو آینه میدیدم دلم واسه خودم میرفت. حسابی خوشگل شده بودم. به خصوص با لباسی که تنم کرده بود. خوش فرم شده بود و تو چشم بود. بعدم یه شال مشکی سرم انداختم و با کتونی سفید و راهی مطب شدم. به دم مطب رسیدم که وقتی چشمم به داخل افتاد تعجب کردم. آخه اونقدر شلوغ بود که حد نداشت. تقریباً 10-11 نفری از قبل اونجا بودن. پامو گذاشتم تو مطب، همه نگاه ها رو من چرخید. راستش از تو چشماشون میتونستم بخونم که تو فکرشون دارن در موردم چی میگن. یه پسر جوون اونجا بود که با نگاه هیزش داشت سر تا پامو وارسی میکرد. انگار که میخواست منو همونجا بخوره. منم یه اخمی بهش کردم و صورتمو ازش برگردوندم.
از طرفی تو مطب چند تا دختر جوونم بودن که راستش از طرز نگاهاشون اصلا خوشم نیومد و حس منفی میگرفتم. کاملا حس میکردم که دارن زیر لبشون غرغر میکنن و انگاری از حسودی داشتن به هم کلی بد و بیراه میگفتن. واقعا این حجم از حسادت همجنس هامو به خودم درک نمیکردم. اما خدا رو شکر منشی مطب یه خانم تقریبا میان سال بود و جوون نبود، اما فوق‌العاده مهربون و خوش برخورد و همیشه منو حسابی تحویل میگرفت. رفتم پیشش و با روی خوش بهش گفتم که من امروز نوبت لیزر دارم. میخواستم اسممو بگم که گفت خانم صادقی دیگه. تعجب کردم. آخه من تازه دومین جلسه‌ای بود که میومدم. فامیلی منو از کجا میدونست؟ بعدم با لبخند بهش گفتم بله. گفت خب چند لحظه منتظر بمونید، من الان برمیگردم. بعد دیدم که بلند شد و رفت تو اتاق دکتر. یه 10 دقیقه تو اتاق دکتر بود و بعد اومد بیرون، نشست پشت میزش و گفت اگه اشکالی نداره باید امروز رو منتظر بمونی تا این چند نفری که هستن برن داخل و ویزیت شن. بهش گفتم که آخه شما دیروز به هم گفتین 4 نوبت لیزرمه، حداقل میگفتین که دیرتر بیام. بعدم گفت عزیزم احتمالاً کارتون زیاد طول بکشه که دکتر گفتن آخرین نفر شما رو بفرستم. ابروامو انداختم بالا و گفتم باشه اشکالی نداره و رفتم نشستم رو تنها صندلی خالی که اونجا بود. از شانسم همون پسر هیزی که داشت منو نگاه میکرد همونجا بغل من نشسته بود. وای که تو اون چند دقیقه‌ای که پیشش بودم حالمو داشت به هم میزد. من دختر کمرویی نیستم به خاطر همین احساس معذب بودنم اصلا نداشتم، اما خب بازم سختم بود. کاملا متوجه می شدم که اون پسره هی وول وول می خوره و بعدم یه دفعه با خودم آروم خندیدم که اون پسرم بلند شد و سر جاش نشست. منم که نشسته بودم و داشتم آدامسمو می خوردم که یه دفعه به هم گفت ببخشید خانوم. سرمو برگردوندم و داشتم نگاش می کردم. همین که چشمم تو چشمش افتاد تو دلم گفتم بد قیافم نیستا. راستش واقعا بیریخ نبود. یه پسر سبزرو بود با تحریش مشکی و موهاشم یه مدلی بود که نمیدونم چه مدلی بود اما خیلی بهش می اومد. چشم و ابروی مشکی و تیزی هم داشت. راستش از این مدل پسرا بدم نمی اومد. بعدم گفتم جانم. گفت راستش من خیلی از شما. تو همون لحظه بود که منشی فامیلیشو صدا زد. اونم سرشو برگردوند و بدون توجه به منشی دوباره خواست با من صحبت کنه که منشی گفت آقای گودرزی با شما ما. دیگه اونم به ناچار با یه غر ریزی چشم و ابروشو بالا انداخت و بلند شد که بره. بعدم هلهلکی اومد سمتمو به هم گفت یه لحظه وایستا من برم و برگردم سری میام. خلاصه بلند شد و رفت. منم با خودم گفتم تا این نیومده پاشم و جامو عوض کنم و برم یه جای دیگه بشینم. همین کارم کردم و رفتم رو صندلی خالی که پیش یه خانم چادری بود و بغلش نشستم. بعد تو دلم میگفتم وای که چقدر تو ذوقش بخوره وقتی که برگرده و ببینی که من دیگه اونجا نیستم. خلاصه 20 دقیقه گذشت و اون پسر از مرتب اومد بیرون. رفت پیش منشی و حساب کتابشو کرد. سرشو برگردون تا منو نگاه کنه که دید ای دل غافل من دیگه اونجا نشسته نیستم. از این ور مطبو تا اون ور مطبو داشت نگاه میکرد تا منو پیدا کنه که یه دفعه چشمش به من خورد. تا دیدم که داره به هم نگاه میکنه سری سرمو بردم پایین و رفتم تو گوشی که مثلا متوجهش نیستم تا بلکه دست از سرم برداره. خلاصه همینم شد. یه رو رفت و رو صندلی نشست منتظر بود که من نگاهش کنم، اما وقتی بی محلی منو دید بلند شد و رفت. ولی خب راستش دلم حسابی واسهش سوخته بود. من یه 4 ساعتی تو مطب معطل بودم تا نوبتم بشه، تا اینکه آخرین نفرم رفت و خدا رو شکر دیگه نوبت من شد. بعد نیم ساعت که مریض از اتاق دکتر اومد بیرون ساعت 8 شب بود که منشی گفت خانم صادقی میتونید برید داخل. همین که وارد اتاق دکتر شدم انگاری که منتظر من بود. از صندلیش بلند شده بود و دستاشم رو میز بود. گفتم سلام دکتر. با روی خوشی از من استقبال کرد و از پشت میزش اومد کنار. گفت بفرمایین خوش اومدین خانم صادقی. واقعا شوکه بودم که دکتر چجوری اسممو یادشه.
قشنگ یادش بود که من نوبت لیزر دارم. گفتم دکتر حالتون خوبه؟ گفت آره خوبم. بعد گفتم اما اصلا خوب به نظر نمیرسینا. بعد یه خنده ریزی کرد و گفت هول شدم راستش. دیگه با این حرفش فهمیدم منظورش چیه. با دستام یه خورده موهامو که اومده بود جلو صورتم کنار زدم و گفتم مرسی، چقدر از من تعریف میکنی شما. از رو تخت بلند شدم و نشستم. بعد گفت چی شد؟ ناراحت شدی از حرفم؟ بعد گفتم نه، اما فکر میکنم امروز رو بذاریم واسه فردا، امروز لیزر نکنم. بعد با صداش که میلرزید گفت خب چی کار کنیم؟ سرمو آوردم پایین و گفتم نمیدونم، شما بهتر میدونین. کارمون که تموم شد خیلی سریع پوشیدم و آماده شدم که برم بیرون. ساعت رو نگاه کردم، دیدم ساعت 9 شبه. بعد گفتم دکتر ساعت رو دیدین؟ بعدم گفت آره، وایس الان با هم میریم بیرون. تعجب کردم که میخواست با من بره بیرون. اسمش احسانه، یه مرد 35 ساله فوق‌العاده. بعد از اون شب من و احسان با همدیگه در ارتباط بودیم، طوری که هر روز علاقه بینمون بیشتر میشد. از طرفی هم چون من نامزد داشتم و عقد موقت پسرمون بودم، یه جورایی هم عذاب وجدان داشتم. راستش از اونجایی که احسان دکتره دیگه عادت کردم که به اون کار میگفتم آمپول بازی. بالاخره عقد موقت من با پسرمون سر رسید. راستش مدتی که عقد موقتش بودم هر بار از بودن کنارش تفره میرفتم و بهونه می آوردم. فقط منتظر بودم که تموم شه و رابطه‌ای باش نداشتم تا اون موقع. بعد تموم شدن مدت عقدم خیلی خانواده‌مون حتی پسرمون اصرار میکردن که این سری به صورت دائم با هم ازدواج کنیم. اما من زیر بار نرفتم و گفتم کس دیگه ای رو دوست دارم. وقتی که احسانو به خانواده‌ام معرفی کردم، اونام فهمیدن که احسان دکتر و وضع مالی خوبی داره، به خاطر همین زیاد مخالفت نکردن و من و احسان یه 4 ماهی و به صورت مخفیانه با هم دوست بودیم و بعدش هم احسان اومد خواستگاریم. الان نزدیک 1 سالی میشه که با هم ازدواج کردیم. واقعا فکرشم نمی کردم که یه مطب رفتن و برداشتن چند تا خال کوچولو سرنوشتم و اینجوری عوض کنه. دوستای مهربونم، ممنونم که تا پایان داستان با من همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو حتماً واسم کامنت بذارید تا ویدیو بعدی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.